امروز در پروکراتورای گنرالی و آخری پروکرور گنرالی یوسف احمدزاد با وزیر رابطه‌های اقتصادی خارجی و کارهای خارجی مجارستان پتر سیارتو برگزار گردید. در واخری گسترش همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه علیه جنایتکاری و رساندن یاری متقابله حقوقی مورد بررسی قرار گرفتند. جانب‌ها آمادگی خود را برای همکاری‌ها بیان داشتند. سپس شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و مجارستان درباره سپردن محکوم شدگان و شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و مجارستان عاید به استرداد به امضا رسانده شد. طبق شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و مجارستان درباره سپردن محکوم شدگان، جانب‌ها با مقصد رشد منبع همکاری‌های بین‌المللی در ساحه حقوق جنایتی، تطبیق درست عدالت سودی و برقرارشوی اجتماعی محکوم شدگان به همدیگر شرایط وسیع همکاری‌ها را وابسته به سپردن محکوم شدگان فراهم آورده به شهروندان خارجی در نتیجه صادر کردن جنایت از آزادی محروم گشته امکانیت در جامعه خود ادای جزا نمودن داده می شود. همچنین طبق شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و مجارستان عاید به استرداد، جانب‌ها با مقصد رشد تحکیم مناسبت‌های دوجانبه در روحیه مناسبت‌های دوستی و همکاری وابسته به استرداد بین دو کشور به همدیگر همه شخصانی را که نسبت آنها مقامات صلاحیت‌دار طرف درخواست کننده برای صادر نمودن جنایت تحقیق دارند یا آنهایی را که مقامات دخلدار برای اجرای حکم درخواست می‌کنند استرداد نمایند.